سلام علیکم دوستان گرامی. نوار آموزشی امروزه ما بخشیده شده است به سامانه پلی باز و مخصوصا امکانیت آن برای ساختن برگه ها یا نشانه ها در ویدیو که به ما امکانیت میدهد که به نقطه وقت معینی ویدیو گذاریم. برای این باید وارد سامانه بشیم. این حال شما دیدید که من با واسطه پشت خود در چمن وارد شدم و در بخش کرییت یعنی ساختن بخش ویدیو اسنپس رو انتخاب میکنیم. وقتی که صفحه نو گشوده می شود در مدرچه سرچ ویدیو اور اینسرت یوتیوب یورل شما باید سراغه نواری را که میخواد استفاده برید آن را بگذارید. میگذاریم با ویدیو نواری برکاری و سراغه آن یعنی یورل سراغه آن را میگیریم و به این میدانچه میگذاریم. چخیلی که میبینید ویدیو ما در این لحظه گشوده شد. اکنون برای گذاشتن برگه‌های علاهیده یا نشانه‌های علاهیده در وقت‌های معین ما هر یک این نشانه‌ها رو می‌گذاریم. نشانه اول رو البته در اول ویدیو می‌گذاریم، یعنی وقتی آغاز آن استارت است و این وقتی آخری آن. یعنی چخیلی که می‌بینید ما یک چند برگه‌ها رو به ویدیو خود می‌گذاریم. این معنی رو دارد که وقتی که خواننده شما تماشابین شما نوار رو تماشا میکند میتواند به آسانی به آن نقطه های معینی آن که شما آن را میگذارید یک بار گذرد. خیلی که دیدید اول که ما 3 برگه 4 برگه گذاشته ایستادیم و هر یکی آن استارت دارد یعنی وقتی آغازی برگه و این وقتی آخری آن. با واسطه این ذخیره ما میتوانیم برگه های گوناگون بذاریم و رنگ آن را نیز گوناگون سازیم. چخیلی که میبینید با واسطه پخش کردن بخش مخصوص تومچه مخصوص رنگ آن را ما تغییر میدیم و اینک تمام برگه های لازم را ما گذاشتیم. این حال 6 برگه است. اینچنین ما باید عکس اساسی برگه خود را انتخاب کنیم. ما میتوانیم از Get Image از بخش Get Image آن را انتخاب کنیم، یعنی صورت های کاملا برای استفاده آزاد پیشنهاد می‌گردد که آن را میتونیم استفاده بریم. سرلوحه نوار خود را میگذاریم و کمی تفسیرات آن را وارد می‌سازیم تا که خواننده و تماشابین ما بداند که این ویدیو درباره چی است. یک چند تگ انتخاب میکنیم، زبان آن را انتخاب میکنیم و پس از همه کار تومچه پابلیشر رو پخش میکنیم. در بخش امبد بذارید به اونجا ما کد مخصوصی یعنی امبد کدی که با ما پیشنهاد میگرد آن رو نسخه برداری میکنیم. آن کد رو به سامانه خود در داخل مقاله در آن جایی که ما میخوایم که نواری ما نمایش داده شود میگذاریم. اکنون می‌نگریم که مقاله ما چی نمود پیدا کرد، یعنی ویدیوی ما نوار ما چگونه نمود پیدا کرد. انا همین گونه ویدیوها را شما میتونید به واسطه ذخیره پلی باز مخصوصا بخش ویدیو اسنپس میسازید. یعنی چیزی که دیدید من سایت کریتیو رو پخش کردم و ایضا همون ویدیو ما از همون جای ساخته شد که آغاز شد که در آن این برگه گذاشته شده بود. چنین بود نواری آموزشی امروزه ما. تشکر برای دقت. تا بازدید در نوارهای آینده.